آی خانوم آی آقا اگه که گفتین این جوون رنا حتما چی میخواد؟ اوه نه شکلاتی وانیلی بیسکویت کرم داره مینو پرتقالی و لیمویی بیسکویت کرم داره مینو. آبنبات چوبی یک محصول جدید از مینو. شکلات شیری مینو در اندازه‌های مختلف. ناپولیتن خوشمزه مینو. خطوط تولید بیسکویت خرم‌دره در سالهای 1355 تا 56 راه اندازی شد که در اون سالها از بزرگترین خطوط تولید بیسکویت در دنیا بود و بعد از اون هم کیک اسفنجی پمپم به سبد محصولات مینو اضافه شد. بعد از تمام این موفقیت‌ها و در زمانی که علی خسروشاهی پس از تأسیس مؤسسه خیریه مینو مشغول ساختن بیمارستان مدرن و مجهزی در خرم‌دره بود، انقلاب 57 رخ داد.